تخت جمشید. در سال 518 قبل از میلاد و همزمان با اقتدار فرمانروایی پارس، داریوش اول به منظور نمایش شکوه و قدرت امپراتوری خود و نیز برای برپایی جشن‌های ملی و مذهبی جون روس دستور داد تا تختگاهی بر دامنه کوه رحمتیانه به وسعت 125,000 متر مربع تسطیح و بنا کنند و ابتدا کاخ آپادانا به عنوان سرآغاز مجموعه تخت جمشید ساخته شد و 120 سال یعنی دوران حکومت 4 پادشاه طول کشید تا سایر قسمت‌های تخت جمشید ساخته و تکمیل شود. تخت جمشید نامی است که مورخین اسلامی بر این مجموعه نهادند، اما بر اساس کتیبه‌های موجود نام اصلی این مکان پارسه یا به قول یونانیان پرسپولیس یا شهر پارس بوده است. در ساختمان این بنای پرشکوه از هنرمندان و معماران کشورهای تابع امپراتوری ایران همچون بابل، یونان، مصر استفاده شده است. مجموعه تخت جمشید عمدتاً شامل کاخها، بخش‌های خدماتی، حصارها، شبکه آبرسانی و مقابر 2 پادشاه می باشد. هرگاه به تناسب ابعاد و موقعیت آن کاربرد ویژه‌ای داشته است. مجسمه‌ها نقش برجسته‌های سنگی و آجرهای لعابدار نمای داخلی و خارجی کاخ را تزیین می کرده است. در کتیبه‌ها که به خط میخی و به 3 زبان فارسی باستان، ایلامی و بابلی کنده‌کاری شده، شرح ساختمان تخت جمشید، اعتقادات مذهبی و شیوه تفکر شاهان هخامنشی بیان گردیده است. امپراتوری هخامنشیان به تدریج راه زوال پیمود و سرانجام در عهد داریوش سوم به دست اسکندر مقدونی منحصر گردید و تخت جمشید طعمه آتش شد.